فیلم از جایی شروع میشه که پیک سفارش پیتزا رو به اتاق هتل شماره 104 میاره. مردی به اسم اسکات در روی جرد باز میکنه. میپرسه چقدر شده؟ جرد هم میگه پیتزا $22 شده، اما اسکات میگه زیادی گرونه و بهتره که پیتزا خوشمزه باشه وگرنه ازشون شکایت میکنه. بعدش برمیگرده اتاقش، شیباشو میگرده تا پول غذا رو حساب کنه. به جردم میگه بیا تو تا سرما نخوره. پسرم میاد تو، اطراف یه نگاهی میندازه و چشمش به تخت 2 نفره میخوره. اسکات همچنان دنبال پول میگرده. همون لحظه جرد چشمش به زنی میخوره که کنار در همون بدون حرکت وایستاده و به چیزی خیره شده. اسکات توجه جرد رو به خودش جلب میکنه و به خاطر اینکه کیف پولش رو گم کرده کلافه شده. پیتزا رو از جرد میگیره و میذاره روی میز. چند ثانیه بهش وقت بده. جرد هم با بیمیلی قبول میکنه. به مرد اجازه میده بیشتر دنبال پول بگرده و خودش هم مشغول خیره شدن به زن توی حموم میشه که یهو زن لباس خوابشو در میاره و بدن لختش جلوی نور نئونی قرمز مشخص میشه. چشمای جرد از جاش در اومده و فوراً نگاهشو از خجالت برمیگردونه. کمی بعد با احتیاط برمیگرده و میبینه که زن هنوز بدون حرکت وایساده. یهو اسکات میاد جلوشو میگه که کیف پولشو پیدا کرده، اما اظهار ناامیدی میکنه چون توش هیچ پولی نیست. بعدش میره از زنش جنیفر میپرسه که آیا پولی همراهش هست یا نه. زن هم میگه که نه. به جرد برمیگرده و با خجالت زدگی میگه یه دستگاه ATM ته این خیابونه. اسکات میگه که فقط چند دقیقه طول میکشه تا بره از دستگاه خودپرداز پولو بگیره و بیاد. جرد ازش میخواد که آنلاین پرداخت کنه، اما اسکات میگه که میخواد انعام بهش بده، پس بهتره که نقدی حساب کنه. بعدش کفششو میپوشه و میره بیرون. به محض این که شوهر از اتاق خارج میشه، جنیفر جرد رو صدا میکنه و ازش میخواد که بیاد در مورد چیزی نظر بده. بهش لباس آبیش رو که تازه پوشیده نشون میده و ازش میپرسه بهش میاد یا نه. جرد که یکم خجالتیه میگه که خوشگل شده. جنیفر با اغواگری نگاهی به پسره میندازه و ازش میپرسه این لباسشو بیشتر دوست داشته یا لباس قبلی که پوشیده بود. مشخص میشه که زن میدونه که جرد لختشو دیده. پسر که حرفی برای گفتن نداره میگه که نمیدونه. وقتی جنیفر جواب درست حسابی ازش نمیگیره، به شوخی میگه به خاطر این نمیدونه کدوم لباس قشنگتره چون حواست پرت سینم بوده. یهو رفتار جنیفر تغییر میکنه و با عصبانیت ازش میخواد بیاد توی حموم. جرد هم معذب میشه و از همون فاصله میگیره، اما زن بهش میگه که قراره یه لباس دیگر رو تست کنه و هشدار میده این بار یواشکی دید نزنه. بعدش زن با اغواگری تمام در رو میبنده. کمی بعد جرد با نگرانی میبینه جنیفر بیرون میاد و یه لباس قرمز پوشیده. مستقیم روی تخت میشینه. جرد بهش میگه پیتزا سرد شده و میتونه بخوره، اما جنیفر میگه من عاشق پیتزام، اما الان دلم یه چیز دیگه میخواد. جنیفر بهش دستور میده که پیتزا رو براش بیار. به محض اینکه پسر پیتزا رو روی تخت میذاره، جنیفر میگه بیا بشین. همین که جرد میخواد بشینه، یهو در باز میشه و اسکات با غر زدن میاد تو و میگه که تونسته پولو بگیره، اما جنیفر که از دست شوهرش ناراحته یهو با عصبانیت میره بیرون. اسکات که از رفتار ناگهانی زنش متعجب و گیج شده سعی میکنه که جلوشو بگیره، اما فایده ای نداره. به جرد میگه تنها کاری که کرده این بوده که رفته از خودپرداز پول بگیره. میپرسه چه کار اشتباهی انجام داده. بعدش با ناراحتی سمت نوشیدنی میره و یه لیوانم برای جرد میریزه و ازش میپرسه که دوست دختر داره، اما جرد جواب نمیده و نوشیدنی رو پس میزنه و میگه که باید برگرده سر کارش. ازش میخواد پول پیتزا رو بده. اسکات هم میگه که پاک فراموش کرده و میره سمت کیف پولش. همین که میخواد پول از توش در بیاره، توجهش به پیامی که زنش براش فرستاده جلب میشه. تصور میکنه زنش به خاطر رفتن از اینجا میخواد ازش معذرت بخواد. به محض اینکه اسکات پیامش رو میبینه، رفتارش یهو تغییر میکنه. به سمت تختی که جنیفر نشسته بود نگاهی میندازه و بعدش به جرد میگه که چقدر باید بهش انعام بده. جردم با نگاه متعجب میگه هر چقدر دوست داری بده. اسکات از جرد میپرسه که خدماتی که یک پیتزا میده شامل چیا هست. جردم میگه که فقط پیتزا رو میرسونه دست ملت. اسکات هم میگه قبل از اینکه بره بیرون پیتزا روی میز بود و الان برگشته به هتل پیتزا روی تخته. از جرد میپرسه که برای زنش پیتزا رو برده روی تخت. جرد که میبینه شرایط بدجوری وخیم شده تصمیم میگیره بزنه به چاق،
اما اسکات فوراً جلوشو میگیره و به جرد تهمت میزنه که با زنش خوابیده. بعدش به زور پرتش میکنه روی تخت و دست و پاشو با سیم تلفنی میبنده و میگه وقتی اومدی دم در هتل ازت خوشم اومد، اما نمیدونستم که چه آدم لاشی هستی. در ادامه تهدیدش میکنه که حقیقتو بگه. جرد با وحشت میزنه زیر گریه و داد میزنه که هیچ کاری نکرده. اما اسکات مثل دیوونه ها شروع میکنه به رقصیدن و گریه های جرد به تخمش هم نیست. جرد سعی میکنه خودشو باز کنه و از دست اسکات روانی خلاص بشه، اما همون لحظه در باز میشه و جنیفر میاد تو و از دیدن این صحنه جا میخوره و سری صدای آهنگو زیاد میکنه. بعدش از شوهرش میپرسه که چرا دست و پای این بدبختو بستی. اسکات هم به دروغ میگه که جرد اعتراف کرده که باهاش خوابیده. جنیفر که حسابی گیج شده میگه تهمت الکی نزن، اما اسکات با عصبانیت میگه تو به هم خیانت کردی و با این پسر ریختی رو هم. زن که شوکه شده با عصبانیت میگه دست پای جرد رو باز کنه. بعد از چند دقیقه اسکات آروم میگیره و میگه که جرد رو آزاد میکنه، اما به شرطی که عضو خصوصی پسر رو بو کنه و مطمئن شه پسر با زنش نخوابیده. جنیفر سرش داد میزنه که دیوونه شدی، اما اسکات میره پیش پسره و یهو شلوار اون بدبختو در میاره و جنیفر اسکاتو پرت میکنه رو زمین. بعدش به جرد میگه که چرا پیش شوهرم گفتی با هم خوابیدی. جرد بیشتر از قبل وحشت زده و گیج میشه. اسکات که حالا شکش به واقعیت تبدیل شده سر زنش داد میزنه و بهش توهین میکنه. جنیفر هم بهش میگه چون تو منو نادیده گرفتی بهت خیانت کردم. زن شوهر دیوونه با خشونت تمام همو کتک میزنن. بعدش جنیفر که زور هرکولو داره شوهرشو پرت میکنه رو تخت و اونو به طرز وحشیانه لباسای همو جر میدن تا با هم حال کنن. جردم مجبور میشه کل این کثافتکاری رو از نزدیک تماشا کنه. بعدش جرد که حالا آزاد شده و خوشتیپ کرده جلوی زن شوهر وای میسه و میگه که از اتفاقاتی که براش افتاده اصلا ناراحت نشده و با لحنی آروم و حرفه‌ای از تلاش‌های این دوتا همچنین از اجراشون تعریف و تمجید میکنه و در مورد داستان قوی و توجه به جزئیات برای جلب توجه مخاطب صحبت میکنه. همین که این دوتا با دقت گوش میدن، جرد با تخصصی که داره بهشون تکنیکایی یاد میده که بتونن بهتر بازی کنن و بهشون توصیه میکنه که باید به کوچکترین جزئیات هم دقت کنن تا توجه مخاطب رو درگیر کنن. زن و مرد هم قول میدن که از این آموزش ها برای بهتر کردن اکتشون استفاده کنن. تمام چیزایی که دیدیم تست بازیگری بود که جرد ازشون گرفت. با این وجود بهشون یه مقدار پول میده و دستور میده که فوراً اینجا رو تمیز کنن و وارد نقششون بشن. بعد از اینکه جرد میره یه نفر در میزنه. اونا سریع تمیزکاری میکنن. جنیفر برمیگرده همون و اسکات در رو باز میکنه. پشت در پیک پیتزا هست و اسکات با لبخند میپرسه چقدر شده؟ درست همونطور که دفعه قبلی این نقش رو بازی کرد.